پیامبر صلی الله علیه و سلم کیستند و ما را چه آموزاندند؟ آن کسی هستند که 1400 سال پیش از حقوق تمام انسانیت حمایت میکردند. مردان، زنان، جوانان و ناتوانان را حفظ کردند. حقوق حیوانات و گیاهان را حفظ کردند و به اهمیت دادن زمین تشویق نمودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خوش اخلاقی امر میکردند و علاقه خویشاوندان و همسایگان را تنظیم کردند. علاقه همزیستی مسلمانان به غیر مسلمانان را تأسیس دادند و علاقه خانوادگی را به تنظیم آورده حقوق بزرگ پدر و مادر را به فرزندانشان تنظیم کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بی‌عدالتی را منع کردند و خواستار عدالت و محبت، همبستگی و همکاری برای خیر شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستار کمک به نیازمندان و عیادت بیماران و محبت و نصیحت همه مردم شدند. مسلمانان را از معامله بد منع کردند به مانند دزدی، قلابی، کشتار و بی‌عدالتی. پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی بد و عادتهای بدی ما را به خوبی تبدیل دادند. به مسلمانان تعلیم دادند که دزدی نکنند. به مسلمانان تعلیم دادند که دروغ نگویند. به مسلمانان تعلیم دادند که عرق ننوشند. به مسلمانان تعلیم دادند که زنا نکنند. به مسلمانان تعلیم دادند که فریب یا قلابی نکنند. به مسلمانان تعلیم دادند که به شخصی بیگناه جنگ نکنند. مسلمانان را تعلیم دادند که همسایه اش را خواه مسلمان باشد و یا کافر اذیت نکنند. به مسلمانان تعلیم دادند که پدر و مادرشان را احترام کنند اگرچه در دین او نباشند و هم به آنها خدمت کنند. مسلمانان را آموزاندند که با کودکان، زنان، ناتوانای و پیران نیکی کنند. به مسلمانان تعلیم دادند که انسان و حیوانات را عذاب ندهند و اطراف محیط زیست را ویران نکنند. مسلمانان را تعلیم دادند که آنها تا روز آخرین عمرشان با رحم باشند و دوست داشتن همسر و غمخواری و همدردی نسبت به فرزند را به خود داشته باشند. به مسلمانان آموزاندند که مناسبت با فرزند پس از سن بلاغت هیچگاه قطع نمی‌گردد. هر مسلمان محمد صلی الله علیه و سلم را بیشتر از هر مخلوقات دوست می‌دارد. موسی و عیسی علیهم السلام به آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم بشارت داده بودند. هر یک مسلمان موسی و عیسی علیه السلام را دوست می‌دارد و اعتقاد دارد که آنها از بهترین پیامبران هستند. محمد صلی الله علیه و سلم را به عرب‌ها و غیر عرب‌ها فرستاده شد. در دین پیامبر صلی الله علیه و سلم میان عرب و غیر عرب هیچ توافق نیست مگر با پرهیزگاری و خداترسی. محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. آیا می‌دانید که چرا همه مسلمانان محمد صلی الله علیه و سلم را دوست می‌دارند؟ آیا می‌دانید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد مسلمانان چقدر دارند؟